یا ابوالفضل اینجا کجاست؟ من کیم؟ سلام بچه، چطورید؟ خوشم میدونستم بردی و خوشم به کار پاتی. امروز مندیم بریم علی کرافت، سرور سمپی علی کرافت. خیلی سرور خوبیه، سرور بدراکه و واسه یوتیوبر هاست و همین دیگه. ما با راتین هم گروه شدیم. فقط این کرافت تیبل من کی برداشته؟ آقا بیاین یه پیکیک سروس کنیم، بریم سنگ مان کنیم. بیاین. خب آقا با این سنگا بریم کرفت کنیم. فقط بچه بگم که من با راتین هم گروهی شدم. راتین ادمین سرور و یه مکانی با هم دیگه گفتیم که بریم و همین دیگه. بریم الان وسایلمون کرفت کنیم، بریم همونجا. خب بعد از کلی تلاش بالاخره رسیدم و اینجا بیس راتینه و اینا هم یه سری کله هن که راتین گذاشته و اون چسته هم که مال خودشه که من نمیبینم چی داره، ولی این کله محمد گیمر میذارمش اینجا چون این کله رو دیگه کسی نداره و همین دیگه. بریم ببینیم چه خبر. راتین کجاست؟ او فارم نخم ساخته. این کوچولو نگاه کنیم. خب این کمپیه که راتین ساخته و تخت هم گذاشته. ما ریسپان پوینت ست کنیم. ویلیجر هم اینجا گذاشته. به دمش. راتین الو داداش، نگرد دنبال من. الو چطوری؟ نرو الو بیا چطوری؟ یه ذره غذا میدی به من گشنم. آهن اینا بده به من ملیلم. دمت گرم، قربون دستت. کوکی هم میدی که شیرینی این کمپ هست. دمت گرم. خب واسه من این دیگه سیر شدم. چی میخوام؟ ببین آقا راتین، ببین چیه، من میخوام برم همین سمتا یه دونه خونه بزنم و کاملش نمیکنم چون خیلی طول میکشه. نصفشو انجام میدم، نصف دیگه شو پارت بعد، یا شایدم پارت بعد نه، یا شایدم همون پارت بعد. حالا اگه خواستی چیزی نیاز داشتم میام. خب حالا یه کوچولو متریال من برمیدارم، بعدش میام. یه عینه میخوایم دارک اوک، اون چوبای نارنجی هم میخوایم. با دارک اوکی که داریم چوبای نارنجی. خب آقا ما متریال ها نصفشون رو جمع کردیم و حالا فقط اینجا رو صاف کنیم. فقط این 4 تا دارک اوکی که آورده بودم اینجا بکارم که توی انجام دادن کارم خودش رشد کنه. حالا بریم اینجا رو صاف کنیم و بیایم. بچه ما داشتیم نصف کارا رو اوکی میکردیم که یه دفعه این درخت دارک اوکی رشد کرد که گفتم برم بزنمش و باز ادامه بدم. خب بچه من اینجا رو تقریبا صاف کردم که الان با راتین دستش در نکنه کاملا صاف شد. حالا بچه ما دیگه دارکو که همه چیزم کندیم، بریم یه ذره خاکم به راتین بدیم. راتین بند خدا نیاز داره و همین دیگه. آقا بریم چیز کنیم، خونه رو بسازیم.
بچه ها، اینم از نصف کار که خیلی طول کشید. بکنم یه نیم ساعت 40 دقیقه طول کشید و همین دیگه. الان میخوایم یه سری پله و ترابدور و اینا بذاریم و بعد از اونا دیگه این پارت رو میبندیم و میریم برای پارت بعد. و همین دیگه. راتین هم میخواد یه کوچولو کمکمون کنه، دستش درد نکنه و بریم تایم لپس رو ببینیم. این دوتا آخری هم بزنم. به به بچه اوکی کردیم به کمک راتین. دستش هم درد نکنه بازم میگم و انگوری خیلی خوبیه و همین دیگه. خونه رو هم اوکی کردیم و بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.